سلام بچه ها، وقت شما بخیر. امروز میخوام براتون یک سنجاق شیمیون یلدایی درست کنم با ارزان‌ترین موادهای اولیه. شما احتیاج داریم به یک مقدار سیم و یک مقدار کریستال سبز. اول باید چند تا از این کریستال رو بکنید توی سیم و سیم رو دور سنجاق بپیچید تا صفر بشه. بعد باید 3 سانت فاصله داشته باشه. این کریستال ها رو با 3 سانت فاصله میپیچین دور هم و به همین کار ادامه میدین. حداقل باید بین 20 تا 25 تا باشه. خب به این صورت که آماده شدن درستشون میکنیم و میتونین توی مهمونی های یلدا ازش استفاده کنید. واقعا کار آسون و شیکیه. امیدوارم درست کنین و ازش لذت ببرید.